روز 23 اکتبر سال 2022 در قرقیزستان در چارچوب پرونده تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی به ضد به ازبکستان دادن اوبنبور کمپیروبود دست کم 17 تن از رهبران و فعالان اپوزیسیون را باز گرفتند. از جمله رئیس سابق پارلمان این کشور قناتبک ایسوف برای یک ماه در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان باز گرفته شده است. نماینده دادگاه نویه یکم ماه شهر بیشکک به اینترفاکس گفت با قرار دادگاه نویه یکم ماه قناتبک ایسوف تا 23 نوامبر بحث پیشکی گرفته شد. کاکتوس از قبل خویشاوندانش خبر داد که قناتبک ایسوف دوام روز 23 اکتبر برای بازپرسی به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت شده بود و بالای پروندهش مور مخفی زده شده است. مقامات امنیتی تا حال این را شرح ندادند، ولی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفته بود که بر اساس ماده 36 و 278 با اتهام تیاری به بی‌ترتیبی‌های عمومی و با کوشش من بعد غصب حکومت پرونده جنایتی کشودند. وزارت کارهای داخلی بدون ارائه جزئیات همچنین خبر داد که در وقت تفتیشات دلیل‌های به دست آمدند که افراد علیحده به تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی و غصب غیر قانونی حکومت آمادگی بگرفتند. ادوکات زمیره جوشیوا خبر داد که در چارچوب تفتیش این پرونده 17 نفر شناخته برای 48 ساعت بازداشت شدند. در بین آنها وکیلان سابق پارلمان رفشن جنبیکوف و آسیا ساسیقبویوا، دادرس سابق دادگاه قانون اساسی کلارا سورونکولووا، عضو سابق کمیسیه مرکزی انتخابات گلنورا جورابویوا، سابق دادستانی کل قرقیزستان عظیمبک بکنظروف نیز هستند. حامی حقوق عزیزه عبدالرسولووا از بازداشت 16 نفر خبر داد. روز 10 اکتبر کمیته روابط بین المللی مدافع امنیت و مهاجرت پارلمان قرقیزستان سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز قرقیزستان با ازبکستان را تصدیق کرد. بر اساس آن اوبنبور کمپیروبود با 4485 گهکتار زمین زیر آن به اختیار ازبکستان میگذرد و قرقیزستان در عوض 19699 گهکتار زمین میگیرد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف گفت این اوبنبور را دو کشور مشترکاً اداره و استفاده خواهند کرد. اما روز 15 اکتبر در اوزگین در یک قرولتای فعالان و طرفداران اپوزیسیون قرقیز کمیته حمایت از اوبنبور کمپیروبود را تشکیل دادند. در اوزگین راهپیمایی اعتراضی مخالفان به ازبکستان دادن این اوبنبور نیز دایر شد. اما پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف روز 22 اکتبر در مصاحبه با خبرگزاری کبر گفت اغواگران مردم را در این مسئله گول زده ایستادند و او خوب میداند که در پس اعتراضها کیا ایستادند. جبارف ادعا کرده است که مسئله مرزهای باسی با ازبکستان 99% به فایده قرقیزستان حل شده است، ولی راهبران اپوزیسیون نظر دیگر دارند. ازبکستان و قرقیزستان 1378 کیلومتر مرز مشترک دارند. سال 2017 دو کشور 85% این مرزها را تعیین و علامت گذاری کردند، ولی در 15% باقی مانده بین ساکنان زود مناقشه و رخ میدهند. ماه مارس سال 2021 هیئت دو کشور در تاشکند با پروتکل امضا گذاشت که بر اساس آن مسئله منطقه های باسی مرز از جمله از طریق تبادل زمین ها حل کرده شد.